مرا شیدا نکن ناز دو چوم داری پر از راز تره کن چیته چون هزاران گبره کن دریگا تی اولاب ناغایم دره کن تی چوم آتش فشانه. اگه یه روز توی رشت هوس کردین یه جایی رو ببینین که هنوز یه تیکه از حال و هوای قدیم شهر رو با خودش نگه داشته، بیاین ساغری سازان. اینجا رسیدیم به یکی از عجیبترین جاهای ساغری سازان، حمام حاجی. یه حمام قدیمی که قدمتش برمیگرده به دوره قاجار و چیزی که بیشتر از همه توجه آدم رو جلب میکنه همین سردرشه. روی کاشی‌های سردر رستم رو می‌بینین که داره با دیو سفید می‌جنگه. یعنی حتی یه حمام قدیمی هم توی رشت یه جورایی تبدیل شده به یک گالری از داستان‌های شاهنامه. اینجا سال 83 ثبت ملی شده، ولی متاسفانه امروز دیگه اون حمام قدیمی و پر رفت آمد گذشته نیست. سال‌هاست متروکه مونده و داخلش هم وضعیت خوبی نداره. و شاید عجیب‌ترین قسمت ماجرا همین باشه. یه ساختمون با این همه جزئیات و این همه قصه درست وسط یکی از قدیمی ترین بافتای رشت داره کم کم از بین میره. گیرتی جانشانه ترامی دل سخانه تی دوره دنتانه میچومانه تی دنبال هزاران گب درم من همه پر لب درم من نشا گفتم. کاری که باید توی تابستون رشت بکنیم حالا با این مسیر رو ادامه بدیم. خب حس میکنم مسیر رو داریم برمیگردیم بعد از اون ور بریم. اینم مناره قدیمی مسجد، همون دکان خوراک محبوب که ما از اون سمتش اومدیم به این ساغری سازان اسمش چیه؟ گلدسته. این مناره اسم خاصی نداره؟ همونه دیگه، چایخونه قدیمی و مشتی. این مناره به خاطر گلدسته‌ایش در واقع کجا پیدا مرسی جاموند. خب فکر کنم یه چایخونه پیدا کنیم دوباره ویدیو بگیریم. فکر کنم صدا افتاد، ولی میگه که این مسجد گلدسته است به خاطر این مناره‌ای هم که قدیمیه، به خاطر همین یه دونه مناره‌اش این مسجد کلا میگن مسجد گلدسته اسم قدیمیش. حالا بریم توی کوچه بگیم. اینجا یه چایخونه قدیمی دقیقا هم کنار مسجده. خیلی قدیمیه ولی داخلش خیلی کوچیکه. حالا یه ذره دیگه میگردیم یه مسجد نشون بدیم بعد بریم دوباره. عمو میگه بریم داخل مغازه. سلام رجب. آقا خسته نباشین. خسته نباشین. خوب هستی؟ حال شما خوبه؟ نه بابا همینجا این شما رو خودمون گرفتیم. این شما من دارم جلو بایستم. این مغازه شما، این دکان شما از قدیم کنار مسجد بود داره؟ از اول هم دو مسجد بود دیگه، بغل هم مسجد. بعد این چجوری بود؟ چه تغییراتی شده از اون قدیم تا الان؟ مثلا چی چیز؟ منطقه و این
ساغری سازان و اینا؟ من حدودا 6 سال اینجا هستم همینطوری. اینجا ترقی نمیکنه، پاکسازی شده نیست. پاکسازی نه دستش نکنه. نه دیگه ساختمان سازی نشد، هر جگاه شکسته بود مرهم کاری شد. ترمیم ولی زیاد شده. بله ترمیم زیاد شد. مثلا این مغازه عطار رستوران عطار الان دیدم خیلی ترمیم. بله تعویض کرد. شما از کجا تشریف آوردید؟ ما همین کوی بیانی هستیم. میدونیم برای چی؟ برای خودم یوتیوب و اینستاگرام. باش. تو فقط همین پیجای یوتیوب و اینستاگرام. فقط ما مشکل اساسی چه امری داریم اومدم. من 60 سال اینجا این آقا هستم، کیه؟ پیرمرد اینجا هستم، تعمیر میکنم. بله این جان تقی گدا بود میشتی برای اما عکس ثابت میشه. شما کیه؟ شما یه سوال بکن دیگه، اینجا داری سوال بکنی اونجا. شما هم ما همه میدونی چه هستی. قربانی شما قربانیه. بله قربانی کدام ها بگم برات چی بگم؟ الان شما بگید. همون شما گردن گرفته اون زمانه همون بود، همون کلا شپا آقای کمیدی جد. کناریش؟ این نخیر این بالا ما عکس بود. همون شما عکاسی هم میکنین؟ یعنی به عکاسی علاقه دارین؟ بله به همه چی علاقه داریم. قشنگ مشخصه. بله طرف خدا رحمتش کنه، اون دیگه حرفشون نیست. ممدلی فردین مرد بسیار خوب با خانواده با شخصیت کمکگر. من سرباز بودم، تهران بودم. عکس همینه خود کرده، همینه شدیده جسد رضا پور رضا مازم شدیده نماز لایجان چی داشت بالا از اول بچگی سوال میکنم بعد تو تلویزیونم میشم من خونه اینه کاری ندارم. این تلویزیونی که یه بار دیگه بگو چی دوست داری؟ چیزی بیشتر ازم دوست ندارم، همه چیز دوست دارم. دوست دارم یه روزی یه آقای یه خانومی خوب بیاد اینجا از من صحبت بکنه، بپرسه تولدم، تاریخم، سندم، که چند خوندم، چند دوست دختر داشتم، چه میخواین؟ یکی اونم خودش داره دیگه. یه خانومی عکس میری و چیزی گرفت. حضور شما میرید از صبح یک تا ساعت شب. اینا رو که نمیم، اینا رو میفروشین؟ بله دیگه نفروشی حالا نه گرام دیگه از گلسار آوردن تامین. امروز نه ساعت و اینا رو میگیم. اینا رو هم میفروشیم. چی رو میخواید؟ مثلا ساعت فردین میفروشیم دیگه برادرم. از دلار یک تا یک و 500. بعد فردین 1 تومن. کلکسیونیه. عکس فردین 5 تومن. قربونت برم چی میخوای بهت بفروشم؟ حالا خدمت میرسیم. اول هر کدوم گفته چی میزنه؟ من دنبال عکس میگشتم. بهروزم داره. من آخه اینقدر فیلم کندور دوست دارم. بهروزم داره. جا قضیه این بهروز داره. بهروز دارم چی بهروز؟ کندور رو دیدین دیگه؟ بله بهروز داره. اما من فیلم اونو دوست نداشتم. تمام فیلم فردین دوست فیلم فردین. کلا پهلویه دیگه. کلا پهلوی. از سال چی دارم؟ 45 رفتم 47 اومدم. چند سال میشه؟ حساب برس. 47 اومدم.
2 سال خدمت کردم من این کولر هم میگم تا حالا چند سال شد 50 هم رد 50 کرده سال. آره 50 خورده من این کلاه پهلوی را دارم خدا رحمتش کنه مرد بسیار خوبی دوست داری از اونجا اومدی اینجا گفت جدی بودم با خدا دیگه جدی نداریم با تو شغل نداریم که مثل گفت پدرم بودیم خب ما خوشحالم پدرم خوشحال آقا کیف باز کرد یه پیران و یه شورت با من داد سفید عکس فردین رو پشت اون پیران زدم یه تقویم هم با من گفتم که از کجا باید برم حالا میخوام برم میدان مدیریه بلد نیستم من باید از کجا برم گفت نه با من تو رو میرسم گفتم حالا چه بگی من میگم دیگه بمونم بچه ها ناراحت بودم زیاده من سوار که آوردم میدان مدیریه بعد من 2 قدم رفتم خدایی من صدا حاج آقا چه سر نباشه پول داری آقا گل کردن نیست پول دارم یه عالمی پول دارم من خودم حالا تو جیبم یه عالمی پولی من برای پول نیومدم اونجا من هم دوست دارم بیم برای دارم آقا خیلی ممنون ببخشید خستت آقا کردم تو رو خدا عالم فروشی نکنیم ما پیرمردیم